اگر که ما سوق سلامت باذن الله ایامی گرانسه سعودی گذاشتم مکه یا که مدینه منوره رفتم ان شاء الله یک کس به پل حج میبرم سفرم ان شاء الله که عثمان میبریم مکه خدا راضی باشه ان شاء الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزتمند، ان شاء الله که 20 سفر داریم. هر کسی که میخواه با همراه ما تور سفر کنه و ان شاء الله که خداوند اگر میسر و موفق بگردانه ما راه بلد میشم ان شاء الله 20 چیسله با هم یک جای ان شاء الله که شب قدر در مکه مکرمه و در مدینه منوره خواهیم گذشت باذن الله. مثلا با همراه قوریو شاید که مثال خدمت برم اگر که من بر بگردانه مثال بگم در اوج راه بلد بگیم ایشون قوری هسته یعنی اکم قوری هسته ان شاء الله خدا اگر موفق بگردانه و در اوج بسیاری برادرها هستن خلاص گر ای بلوگرو را میروه ای وینرو را میروه ای کینو اکتورو را میروه خلاص دیگه بسیاری انسان ها میروند. کسی که میخواد پر معلومات چند سومای و چند روزه های این توری که ما میریم 20 روزه های خلاص دیگه وقتش کمه و جوشم مقدارش کم داره. اسپید کنین زنگ بزنین و جا را زبرانی رد کنین تا اینکه با هم ان شاء الله که سفر کنیم تا اینکه یک جایی با هم عبادت ان شاء الله که بکنیم. یگان چیزی گفتنی باشه برادر عزیز بسیاری نفرها رسیدن گسین سوار هم میپرسین خاص از برای همین سوال شما ان شاء الله این مینه در همین برنامه‌مون گسین سای نزدیک گرفتگیم برادر عزیز 1 کیلومتر اتوبوس قطعی تقریبا 4 دقیقه که 5 دقیقه دا میرسیم ان شاء الله. بسیاری ها میرسن. ما یگان کس حج نمیبرم مثلا به اون کمپانی ها میبرن. اگر که ما سوق سلامت باذن الله ایامی گرانسه سعودی گذاشتم مکه یا که مدینه منوره رفتم ان شاء الله یک کس به پل حج میبرم ای کامنتاریو انتخاب میکنم برای او ان شاء الله که ادل ویدیو میکنم گذاشتن باذن الله. او بگذاشتم سوق سلامت در مکه یا در مکه یا در مدینه درآمدم خیر صدقه اجوریه ان شاء الله یک انسان به پل ان شاء الله رویگان میبرم باذن الله. یگان گفتن باشه چون قاری همه سخنان رو گفتیم ماشاءالله. خواب دعاگو باشن در حق ایشون قاری دعا کنید خداوند فرزندهای صالح و صالحه را براش نصیب بگردونه ان شاء الله. کسی که سیونکا کسی در حق هم دعا کنید خداوند یک زنی صالحش نصیب بگردونه ان شاء الله. 20 چیسله ان شاء الله در اپورت دمدید و اجدیام فسیخ واس